امروز 2 فوریه است و این هم برنامه اخباری آزادی. سلام و خوش آمدید بینندگان عزیز. نخست می‌بینیم که در این نشر برنامه چی ها داریم. نمایندگان اداره وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان نیت دارند از زندان‌ها بازدید کنند و ژورنالیستان محبوس را ببینند. دادستانی منطقه کولاب میگوید نیروهای منفعت‌جو از قضیه مرگ عبدالقهار رازقов برای خود سرمایه سیاسی جمع می‌آورند. همین قضیه کولاب را ماهرانه به منفعت خود استفاده بردند. و مخالفین سازمان‌های غیر دولتی طلب دارند که در قرقیزستان قانون اگنت خارجی قبول شود. مسئولین اداره امبودسمن تاجیکستان گفتند احتمال ضمن بازدید از محبوسان از جمله ژورنالیستان زندانی مسئله شکنجه عبدالستار پیرمحمدزاده را میسنجند. با گذشت بیش از نیم سال از بازداشت ژورنالیستان و توجه سازمان‌های جهانی حامی حقوق به این قضیه، وکالتدار حقوق انسانی تاجیکستان در این باره واکنش نکرده است. در نشست خبری روز 2 فوریه ژورنالیستان از امبودسمن درباره خبرنگاران پرسیدند. پاسخ در گزارش سریناز روح‌الله و نگاره فضل‌الدین. وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان گفت به دیدار ژورنالیستان زندانی می رود. تا امروز این نهاد با روزنامه‌نگاران نه در بازداشتگاه و نه در محبس ملاقاتی نداشت. مسئولین این نهاد گفتند الکی با نماینده‌های مربوطه زندان مشورت کردند. در نقشه گرفته شده است که همین ماه فوریه ما از سلامتی و احوال حقوق خبر الکی نقشه است. با این ترتیب وکالتدار حقوق انسان از زندان معروف به یکم سویتسکی شهر دوشنبه بازدید میکند که در آنجا 3 خبرنگار تاجیک دلیر امامعلی، عبدالله غربتی و زوقبک سیدامینی ادای جزا میکنند. تصمیم دیداربینی امبودسمن از وضع ژورنالیستان زندانی در حالی است که مری لولار گزارشگر ویژه سازمان ملل در ماه دکبر و در پایان سفرش به تاجیکستان گفت دلیر امامعلی در محبس به پزشک و یاری طبی نیاز دارد. پیوندان دلیر امامعلی به رادیو آزادی گفتند با او آخر ماه دکبر سال گذشته ملاقات کردند. آنها گفتند دلیر از زکام اذیت میکشید ولی ظاهرا وضعش بهتر شده است. مسئولان وکالتدار حقوق انسان همچنین گفتند شکنجه شدن ژورنالیست عبدالستار پیرمحمدزاده را از رسانه‌ها شنیدند ولی کسی در این مورد به آنها شکایت نکرده است. پیرمحمدزاده در ماه اکتبر سال گذشته با ارسال یک نامه از زندان نوشت که از روز اولی بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قولش بافته و ساخته مقامات ملی را به دوش بگیرد. دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، زوقبک سیدامینی، الفتخانی محمدشایو، محمد سلطان، خوشروز جمعیف و عبدالستار پیرمحمدزاده از جمله خبرنگاران و بلاگرانی هستند که در یک سال اخیر در تاجیکستان به زندان محکوم شدند. نزدیکان سازمان‌های ژورنالیستی و بین‌المللی دفاع از حقوق انسان اتهام را علیه آنها بافته می‌دانند. آنها بارها از مقامات تاجیکستان طلب کردند که این خبرنگاران را رها کند، اما این درخواست‌های پی در پی از سوی مقامات تاجیکستان تا به حال نادیده گرفته شده است. برنامه را ادامه می‌دهیم. مقامات کولاب پس از 1 ماه حادثه مرگ عبدالقهار رازقов را که در اداره پلیس فوتید شرح دادند. مرگ او خشم ساکنان را به بار آورده بود. نمایندگان دادستانی در کولاب روز 1 فوریه در حضور خبرنگاران گفتند پرونده 3 میلیسایی که عبدالقهار رازقов را بازداشت کرده بودند تفتیش می شود و احتمال نسبت به چند اشتراکچی اعتراض هم با اتهام خلل به تفتیشات پرونده باز کنند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم کیومرسی عطا. ما حاضر انی سبب مرگ وی رو من گفتن نمیتوانم برای اینکه حواله به متخصصان است. دادستان منطقه کولاب قضیه پرسر و صدای مرگ عبدالقهار رازقов را در بینای پلیس شهر داد. در مرگ او که اول ماه ینور اعتراض 10 ساکن کولاب را به بار آورد، 3 کارمند پلیس تنها به خنک نظری متهم شدند. 1 میلیسه در بازداشت است و 2 نفر دیگر تا انجام تفتیش با شرط بیرون نشدن از جای زیست در آزادی اند. روز 3 ینور 10 ساکن کولاب در نزد سردخانه اعتراض کردند. آنها گفتند تا گمانبران بازداشت نشوند جسد را نمیگیرند.
این حادثه در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیخت. و ما احساس میکنیم که بعضی قوه‌هایی که بر ضد دولت هستند، بر ضد خلق ملت هستند، همین قضیه کولاب رو ماهرانه به منفعت خود استفاده بردند. نزدیکان عبدالقهار رازقوف روز 30 ینور نیز با طلب تفتیش عادلانه در نزد حکومت شهر کولاب اعتراض کردند. مقامات کشادن پرونده را نسبت به بعضی از اعتراضگران از احتمال دور نمی‌دانند. حالا که آبشونه و زدن مهنگی و رفتی ادامه تفتیشات در عرفه آغاز یافتن پرونده هم مهلت مرافعه‌ایش که با انجام رسید حتما ما قرار نهایی قبول میکنیم و با رفتی تفتیشات به شما در علاقه بشیم خبر میرسیم. عبدالقهار رازقوف به اتهام دست داشتن در فروش مواد مخدر شب 2 ینور در کولاب بازداشت شد و در بینای پلیس درگذشت. نزدیکانش میگویند که او زیر شکنجه جان داد. مقامات میگویند هنوز تفتیش این حالت را معلوم نکرده است. در دوشنبه نشست‌های خبری نهادهای دولتی ادامه دارند. ژورنالیستان که این نشست‌ها را ماه‌ها انتظار می‌شوند میگویند چون دفعه‌های قبلی برخی از وزیران و رهبران از سوال می‌گریزند. وزیر معارف تاجیکستان هم از دادن جواب به چندین سوال خودداری کرده است. خبرنگاران از وزیر مسئله رفتن آموزگاران از ساحه و تأثیر قانون دعوت به تحصیل دانشجویان را پرسیدند. اما چی پاسخ شنیدند؟ مولا رجب یوسفی و امیر ایسایف گزارش دارند. با نشست مطبوعاتی وزارت معارف و علمی خبرنگاران بعد از 6 ماه برای پاسخ گرفتن به سوالهای خود به نزد وزیر معارف آمدند. برخی موضوعها از قبیل ترک ساحه کردن آموزگاران در نشست‌های قبلی وزارت هم صدا داده بود، اما برخورد رحیم سعیدزاده از وزیران قبلی فرق می‌کرد. چند خبرنگار از وزیر معارف پرسیدند که سال گذشته چند آموزگار کار را بس کردند و چقدر معلم نمی رسد. وزیر معارف تلاش میکرد نارسایی آموزگاران را رد کند. پایفشاری خبرنگاران بر سر موضوع باعث شد که معاون وزیر هم به بحث همراه شود، اما پاسخهای زیادالله عبدالله زاده هم خبرنگاران را قانع نکرد. نشانداد معینه رو گفته نمیتونه که مثال تعداد آموزگاران امروز در جمهوری چقدر نمیرسد. صرف نظر از پرسش‌های با تکرار، وزیر معارف موفق شد که از پاسخ مشخص دادن به سؤال در موضوع ترک ساحه کردن آموزگاران فرار کند. هرچند همتایان پیشین او حداقل جای داشتن این موضوع را تصدیق می‌کردند. از مکتب رفتن به مکه قبول کردن همین دینامیکا در ساحه ما همساله هست. این پدیده نو نیست، این چیزی نو نیست. پاسخ‌های مسئولان وزارت معارف درباره تاثیر قانون نوی دعوت به ارتش و مکتب‌های عالی و تغییر کتاب‌های درسی هم عمومی بود. وزیر گفت درباره قانون دعوت به ارتش پیشنهادهای خود را به حکومت ارسال کردند، اما وقتی خبرنگاران مشخصاً درباره پیشنهادها پرسیدند، وزیر سؤال را نادیده گرفت. رحیم سعیدزاده بعضا نمیگذاشت که مسئولان وزارت سخنشان را تمام کنند. ما پیشنهاد بله تشکر ما بله این پیشنهاد از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان شده است. ما اینا با حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردیم. تشکر سلامت باشید. محترم سلامیان، تشکر برای جواب دادنتون. از این نشست خبری وزارت معارف چنین برمی آمد که این ساحه مشکل جدی ندارد. وزیر معارف از 20% زیاد شدن معاش و استیپندیاها، تجلیل روز آموزگار و غیره توصیف میکرد. هرچند نگرانی ها از صفت تحصیل و زندگی آموزگاران زیاد صدا می دهد. بعضی خبرنگاران نشست وزارت معارف را با تأثیرات ناخوب ترک کردند.
این نشست وزارت معارف هم عیناً چنین شد. یعنی وقتی که ژورنالیستان 3-4 مرتبه در رابطه با نارسایی کادری آموزگاران پرسیدند، جناب وزیر بدون ذکر آمار ژورنالیستان را صرف نظر کرد، آنها را انکار کرد و به سالها پاسخ مشخص نداد. هرچند که چنین پاسخهایی که مثلا امروز ژورنالیستان میپرسند در سالهای پیشتر دسترس بود و آنها را وزیران و رهبران وزارت‌ها و ژورنالیستان میدادند. وزیر معارف یگانه مقامدار نیست که از پاسخ دقیق به سوالهای خبرنگاران خودداری میکند. در این نشست وزارت انرژتیک هم خبرنگاران درباره حجم و نرخ فروش برق به افغانستان پرسیدند ولی پاسخ دقیق نگرفتند. حالان که نشست‌های خبری یکی از آخرین امکانها برای گرفتن پاسخ از رهبران نهاد و وزارت‌ها است. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی، دوشنبه. خبر و معلومات از جریان نشست‌های خبری وزارت و نهادهای کشور را شما می‌توانید در سامانه‌های آزادی دسترس یا به طور مستقیم تماشا کنید. اگر نظر یا گفتنی هم دارید به ما نویسید. 10 نفر در بیشکک با طلب قبول قانون درباره آگنت‌های خارجی اعتراض کردند. اکثر آنها از صحبت با روزنامه‌نگاران خودداری نموده رویشان را پنهان می‌کردند. در این میان 2 نفر بیشتر از همه اظهارات دشمنانه را شیار کرده بودند. یکی مؤلف پیشنویس قانون آگنت خارجی و دیگری نفری بود که سال گذشته تهدید کرده بود دفتر رادیوی آزادی را در قرقیزستان آتش می‌زند. شهلای گلخواجه در این باره گزارش می‌دهد. اگر قانون درباره آگنت‌های خارجی زودتر قبول نشود، ما می‌توانیم به اقدام‌های رادیکالی دست بزنیم. ما این را بارها گفته بودیم. اگر وکیلان ما چاره نبینند، یا شما زندانی می‌شوید یا ما. Илимбек Исроилов در همان ناآرامی‌های قرقیزستان کدام یک کنگرس آمریکا و اروپا را گناهکار می‌داند. این محض همان کنگرسی است که از امریکا جدا شد. همین کنگرس جنگ می‌اندازد. در اصل من نسبت حکومت رسمی امریکا دعوایی ندارم. بگویید که کدام کنگرس از امریکا جدا شد؟ یعنی این نه اون کنگرسی است که از امریکا جدا شد، بلکه کنگرسی که در امریکا و اروپا است. حزب ارکین قرقیزستان نیز تظاهرات را برای حمایت از قانون درباره آگنت‌های خارجی جانبداری می‌کند. رهبر آن تورسونبوی بکیر اولو سابق امبودسمن و سابق وکیل پارلمان است. او هم مؤلف اولین لایحه قانون درباره آگنت‌های خارجی بود که در نهایت از جانب پارلمان رد کرده شد. حالا او تقاضا دارد که در کشور پیش از همه بنیاد سورس بسته و تمام طرح‌هایش محدود کرده شود. بجز سوروس دیگر سرمایه‌گذاران سازمان‌های غیر دولتی و رسانه‌های بنام مستقل دپارتمنت دولتی آمریکا و یا حکومت اروپای غربی میباشند. اینجا دقیقاً یک نفر محض سوروس شخصاً چنین چاره‌بینی‌ها را مبلغ گذاری می‌کند. بیهوده از او به عنوان تشکیل کننده انقلاب‌ها و تبادلات دولتی نام نمیبرند. خبرنگاران تلاش کردند از اشتراکچیان تظاهرات درباره سوروس و قانون عاید آگنت‌های خارجی نظر بگیرند. لطفاً بگویید شما به این گردی همایی به کدام خاطر آمدید؟ شاید شما میگویید که مخالف و یا طرفدار چی هستید؟ بدون شرح. فعلا در قرقیزستان 2 واریانت لایحه قانون آگنت خارجی موجود است. یکی از این طرح‌ها از جانب مأموریت پرزیدنت پیشنهاد شده است. طبق آن همه سازمان‌های غیر دولتی که از خارج مبلغ گذاری می‌شوند باید در فهرست علاهیده همچون خارجی ثبت نام گردند و طرح دوم قانون به وکیل نادره نورماتوا تعلق دارد. در آن او پیشنهاد می‌کند که سازمان‌های غیر دولتی نه آگنت بلکه نمایندگان خارجی نامیده شوند. کارشناسان رسانه‌ها بر این نظرند که هر دو سند به خاطر جاری کردن نظارت قطعی و تنگ کردن فضای دموکراتی در کشور میباشد. روسیه در سال گذشته به بیش از 173,000 شهروند تاجیکستان شناسنامه، به 121,000 نفر اجازتنامه اقامت دائمی یا VNG و به 48,000 کس اجازه اقامت موقتی یا RVP داده است. این شماره به زیاده 3% اهالی تاجیکستان برابر است. آمار را وزارت کارهای داخلی روسیه در آخر ماه ینور نشر کرد. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.